بذارید بگم رابطه موفق چه نشونه هایی داره. بعد شما نگاه کنید ببینید که این نشونه ها رو توی روابط خودتون میبینید یا نه. اگر تو روابطتون میبینید که خب یه رابطه موفقی دارید و در یک رابطه موفق هستید. اگر نمیبینید اینا رو بنویسید، لیست کنید و برید یاد بگیرید که چطوری میتونید این کارها رو انجام بدید تا در یک رابطه موفق باشید. خب یکی از چیزهایی که توی رابطه موفق آدما دارن و خیلی من توی مشاوره ها باهاش روبرو میشم اینه که آدم‌های موفق بلدن چطور مشکلاتشون رو حل بکنن. نه یه نفر رو، 2 نفر رابطه. حل مسئله بلده که مشکلاتش رو حل کنه، بلده که چطوری بررسی کنه و مشکلات رو یک بار برای همیشه اوکی میکنن، حلشون میکنن و اینجوری نیست که مشکلات رو نادیده بگیرن. دوم اینکه آدم‌های موفق هر دو طرف از همدیگه حمایت میکنن. اینجوری نیست که یه نفر حمایت بکنه، یه نفر فقط مهرطلبانه بشینه و محبت دریافت کنه یا مهرطلبانه فقط محبت به دیگری بده تا توجه رو بگیره. خب بعدیش اینه که با هم تعامل دارن، با هم همکاری دارن، با همدیگه میرن سر کار، با همدیگه تفریح میرن، با همدیگه مسافرت میرن، کارهای خونه رو به همدیگه کمک میکنن، کارهای بیرون رو با هم تقسیم میکنن. یعنی در تعامل و همکاری متقابل هستن. یکی دیگه این که برنامه ریزیشون با همه. اینجوری نیست که یه نفر برنامه ریزی کنه و اون یه نفر اصلا خبردار نباشه بیاد بگه آره فردا داریم میریم مسافرت. اینجوری نیست. هدف مشترک دارن. یعنی برای آیندهشون، برای زندگیشون، دورنمای زندگیشون یه هدف دارن و اون هدف مال یه نفر نیست، مال هر 2 نفره. و همدیگه اعتماد دارن، احترام میذارن. باز هم این احترام و این اعتماد متقابله و هر 2 نفر احترام و اعتماد متقابل رو حفظ میکنن. حالا شما احساس میکنید که زندگی هایی که روابط موفق دارن، فکر میکنید که آیا ویژگی دارن که از قلم افتاده؟ لطفاً اون رو برای ما کامنت کنید. مرسی.